و از طریق کمپین نهالشانی در ولایت‌های گرمسیر این کارزار آغاز گردیده. در مجموع 25.5 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر غرس می نماییم و 6.2 میلیون نهال در قریه‌های وزارت زراعت و 14.4 میلیون قریه نهال‌های مثمر و غیر مثمر از انجمن‌های قریه‌داران و 4.4 میلیون آن از سکتور خصوصی به دست می آید. ما در سال آینده در نظر داریم 4840 جریب زمین باغ برای خرما، شکرپاره و آلو بخارا و سیب و انار و انگور و گلاس در ولایت‌های مختلف احداث نماییم و همچنان اعمار 74 باب سلفر هاوس جهت پروسس و خشک نمودن شکرپاره در ولایت میدان وردک و بامیان و ایجاد 2 فابریکه پروسس و بسته‌بندی میوه‌جات در ولایت فرا و کندهار و توزیع بیشتر از 1000 بسته باغداری برای تشویق باغداران در 16 ولایت و آموزش و ارتقای ظرفیت 16,000 باغداران و کارمندان ترویج در 16 ولایت از پلان‌های آینده وزارت زراعت برای سال آینده در بخش باغداری است.